سلام، ببخشید ویدیو یه دقیقه وسطش کات خورد. بچه دوباره بریم، دوباره میریم نگاه میکنیم. هیچ اشکال نداره. آها باج استغفرالله، من اصلا قسم خورده بودم دیگه پامو اینجور جا نذارم. حالا به خاطر این ویدیو، به خاطر شما مجبوریم بریم دیگه، بریم. اون دفعه هم همین اتفاقی میافتاد. نمیدونم برای چی من میرم همچین جایی، اصلا اولین چیزی که میبینیم یه آقاست، یه مرد میبینیم. این شما و این استریپ کلاب این یارو که هنوز اینجایه، که این دومین باری که دارم میام اینجا. بر رقص اینا واسه اولین بار اصلا خیلی خنده دار بود. یارو انگار داره شعار میده. من این حرکتی میزد نمیدونم الانم بزنه یا نه، یک اینجوری میکرد. وایسا جون مادرت بزن، تو رو خدا یه بار دیگه اون حرکتو بزن استاد، یه بار دیگه، تو رو به ابوالفضل، تو رو خدا. آها کسخل دستش چیزه. این یارو همینجوری سرش پایین بود، نگاه کن سرش میندازه پایین. احمق اومده اینجا وایساده سرش انداخته پایین. حالا هست دستم یه اینجا چند تا اتاق، این اتاق اولیه بود فکر کنم که هاش خانوم میاد اینجا واسه ما چیز چیزه. خدایا منو ببخش، اصلا دگرگون شدم. توبه کرده بودم من، نباید این چیزا به هر چند ثانیه پولام همینجوری داره میریزه. من پول میدی میای اینجا در دیوار نگاه میکنه احمق. بسته دیگه، بسته، بیا بیرون. بیرونم نمیومد راستی. فکر کنم تا پولا رو بگانده همینجوری میره تا ته میره. رقصشو نگاه کن. $200 خرج این کسخل بازی‌ها شده تا الان. میاد بیرون حاجی، به خدا نمیاد بیرون. حال کرده دیگه، دیده جیب ما پره. پولا رو فکر کنم دیده این دختره میخواد همه رو بگن. میخواد خوار مادر نگاه 4 تا 6 7 8 9 رقم پول دیده، جیب ما رو داره خالی میکنه. بیا دیگه بازی میایم بیرون، بریم جی تی سن اندرس. این هم مال جی تی سن اندرس. ایول حجاب داره این. ببین این لباس پوشیده. رنگ پوستشه. به خدا از اینجا فکر کردم رفت بیرون. فکرم لباس قهوه‌ای پوشیده. وای خدا. Sikis, des ingrédients simples pour obscur, riche en protéines et moins sucré. Sikis, le sens de la simplicité. بذار واکنش اینا رو تق این آدمایی که اینجا وای میستن بالتر از اینا. شکم هم که شکم عرق خوریه دیگه. و یه چیزی کلا خلوته واقعا به نسبت جی تی ای وی. من که نرفتم مال جی تی ای وی، ولی خلوت‌تره فکر کنم. عکساشو دیدم یه چند باری. خلوت نگاه این ور اصلا هیچکی نیست. این خوبی مردم سن اندرس نشون میده. $100 دهنش بشی بازه. باز جی تی ای سن اندرس خیلی خداییش خوبه. چیزشو دارم میگم اونقدر نیاز به سانسور نداره به خدا. داشتم ببخشید داشت گفت ای بابا اینا اینجا نمیرم، اینجا خیلی زشته بمیری آجی. بعدا میگن یارو اومد توی کجا مرد. بسم الله آجی آتیش کن که بریم مال جی تی ای وی. اینجا دیگه چی کیفیت ها رفت بالا. 2008 اومد دیگه جی تی ای وی. اینجا دیگه واقعا کیفیتاش رفت بالا. 2 تا جا تو جی تی ای وی هست. یکی این خونه، این مرکز فساد دقیقا اینجا. یکی این بالا، این من میرم بالاییه. اون یکی خیلی قدیمیه، اینجا با کلاسه. نگاه کن. این چیه؟ شما همون چیزی رو میبینین که البته من چیز میبینم، تاج میبینم، میدونی شبیه تاجه بیشتر. دیگه شبیه تاج پادشاهیه. ببین اون داخل اسلحه رو در بیاری همه چی به هم میریزه. اکسپریانس. ببین اکسپریانس 3 تا چیز معنیش میشه تجربه. بشی درش خطیه. این به نسبت جی تی اس ان خیلی خوشگل‌تر شده. ای خدا حاجی مواظب باش. ادیتور جون مادرت مواظب باش این ویدیو رو نمیخوام یوتیوب پاک کنه دیگه. واقعا مواظب با بیا ما با این چیزاش کار داریم. ما اصلا با اونا کار نداریم. با این یارو من کار دارم. چو دیدی چی نشون داد؟ حیف که بخوام ویدیو بگیرم اسلحه در بیارم اینجا همه چی به هم میریزه. وگرنه احمق. لایک یادتون نره. بعد دلم واسه این میسوزه آجی. اینجا واسه
خودش رفت روی این به خدا تصویر. نه خواهش خانم، نه من تازه توبه کردم، حوصله این کارا رو ندارم. حالا بعد بذار با این یارو داشتم راجع به این صحبت می‌کردم، بعدم میام. این دلم واسه این میسوزه، تنها اومده نشسته داره اونجا اون دیوار رو نگاه میکنه. بعد سن اندرس اینا خیلی آرومتر شدن. تو چیز که هیچی، وایسیتی که هیچی. اون یارو مات و مبهوته اصلا قشنگ. این دیگه چه جنایتیه داری در حق خودت میکنی حاجی؟ این تنهایی، این باز دوباره با ول کنین تو رو خدا. من 2 دقیقه اومدم اینجا راحت باشم، تنهایی آمده اینجا نشسته هدفون گذاشته رو سرش. ای بابا یکی دیگه بذار. باشه استاد باشه، چشم بفرمایید. چیزه اینو دیگه واقعا نمیتونم نشون بدم چون نمیشه دیگه آقا. اینا رو دیگه حاجی اینو نمیذارم، خودم هم نگاه نمیکنم. من میرم تا این رقصش تموم شد. چی کم نکرد واسه چی؟ اخ 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 این بدبخت رو نگاه. چی بابا اینا حاجی فروختنمون. شانس مایه دیگه، فروختنمون. اوه ببین عاقبت این کارای همین میشه. ای بابا من میدونستم نباید همچین جایی بیام. مردم. جی تی ای آخرم جی تی ای وی که فکر کنم اصلا لازم نیست اینجا آدرس بدم توی جی تی ای وی دیگه. دقیقاً اینجا من اولین باری که من جی تی ای وی رو 3 سال بعد از اینکه اومد بازی کردم. خب حالا من بدبخت رفتم گیم نت و گفتم ایول اینجا لباس میفروشن 2 تا خونه پایینتر 2 تا کوچه پایینتر کفش فروشی، بریم کفشامون رو عوض کنیم، تیپی بزنیم اورجینال فلان از این حرفا. رفتم اخ صاحب گیم نتیه یک جوری کس و شعر به من گفت. بعد گیم نت انداختنم بیرون. اینجا قفل بود، یعنی نباید همچین اصلا اینجا نباید میرفتیم. میگم من اصلا دنبال این داستانا نبودم اول که اومدم اینجا. من اصلا اومدم اینجا کفش بخرم. دیدم تنها چیزی که اینجا پیدا نمیشه چی؟ کفشه. این هم جی تی ای وی جمعیت رو داشته باش، ولی مال آیوی گنده تر بود. هم 2 تا داشت هم گنده تر از اینجا بود. وای ببین چه سم میدیدم. وای اینو ببینی اصلا حقش نیست من اینو بکشم. اینو نگاه، این یارو رو نگاه، کلا موتور سواری گذاشته آمده اینجا نشسته داره. اینجاش که دیگه هیچی دیگه. جون مادر ادیتور. خلاصه داستان اینجوری شد که چی، من الان توبه‌مو شکوندم. یه چیزی راسته، یه چیز دیگه. جی تی ای 6 چیزی که فهمیدیم توی چیزایی که ازش لیک شده و تریلرش و اینا یه جا داره که یکی که توی همون تریلرش هست، یه جا دیگه هم داره 2 طبقه‌ایه. اصلا اونا رو عکساشو نمیشه گذاشت ولی خب داره 2 طبقه هم داره. آره دیگه. ولی من همینجا میگم عمرن من برم اونجا، من پامو اونجا نمیذارم. قول میدم پامو اونجا نذارم. لایک یادتون نره. اوکی. Commence maintenant. Profite de 4 semaines offertes et reçois un sac. بچه رفته بودم شارژر بیارم. Le sport, booste ton mood avec Basic Fit. خب اسپایدرمن ها از جی تی ای 1 تا آخرین جی تی ای که اومده، میدونید دیگه تو همه جی تی همشون که نه، تو جی تی ای ها میشه اسپایدرمن ریخ. بریم ببینیم که اسپایدرمن کدوم یکی از همشون بهتره. بریم ببینیم چه جوریه. بریم. هی سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه و این کانال جدیدمه. چون کانال جدیده اگه دوست داشتین ساب کنین. بریم تو جی تی ای 1 دیگه. این حاجی نیاز داره اصلا صحبت کنم راجبش. اسپایدرمن ها هیچی دیگه. بریم بعدی جی تی ای 2. به نظرم سخونم شکست. این جی تی ای 1 و 2 رو همیشه چی اصلا نشون ندیم ها. بریم داخل 3 جی تی ای 3. نگاه خب اصلا اولش که نگاه میکنی بهش نمیخوره که مود اصلا بشه توی این مود ریخ، ولی
داره. خب ببین من جی تی اس رو هرچی گشتم این تنها چیزی بود که میشه برای جی تی اس ریخت اسپایدرمن مناطق محروم و از این داستانا. نوجی اسپایدرمن شبیه کسوله قشنگ بود، کله میزنه. اوخ این اسپایدرمنش از این داره کتک میخوره. ببین آها افتاد. این چوب دستشه، اینو ببینیم. اوخ اصلا میشه اینو زد؟ نه الان همین منو میکشه. برو بر خوش. بی شرف همین بود نه؟ همین او پلیسه رو فکر کردی که چی هست؟ بیایم همین جی تی ای وای سیتی بریم اسپایدرمن های بهتر. What the fuck. این چه چشایی داره این اسپایدرمن؟ فقط جی تی ای وای سیتی لباس از جمعه بازار خریده انگار. بذار به این پلیسه کمک کنم، این دزده رو میخواد بگیره، بذار کمکش کنیم واقعا یه اسپایدرمن واقعی باشیم. آها برو کنار، به تو بهش نمیرسی، برو کنار. بذار خود پلیسه رو بزن. هی فکر کنم از مدل وایستادنش معلومه که چیکار کردم با جی تی اس اندرس. نگاه کن اصلا استایلو. یه چی دیگه راستی، یه چی دیگه وایسا این یارو رو نگاه، مثلا دویدن رو داشته باش. حالا اینجا رو نگاه کن، اینو نگاه کن چی جوری الان اینو شلوغش میکنه. ببینی یه چیزایی از چی جی تی اس اندرس داره. اون پلیس من نفهمید اینو زدم اینجا کشتم. خیلی خری منو داره واسش، منو درست کردن. البته منوش باز نمیشه، اینم بزنی فکر کنم فعال شه. اینجا بود. ببین اینو داره، اینم داره. این چیه؟ خب من موزیک پخش میشه، نمیدونم برش موزیک پخش میشه، موزیکش فکرم کپی رایت میخوره. نکن اونجا رو میبینی، اونجا چی رفت؟ اونجا رو داشته باش. ایول چوقوکی. ما تو مشهد این مدل نشستن و بهش میگیم چوقوکی. این چیه دسته؟ اصلا میتونی بگیری دستت اینجا. واسه اینو آر پی جی چجوری؟ برای چی آر پی جی چی شکلی شد؟ ببخشید بذار بیام پایین. مثلا اینجوری میتونی بدوی. ببخشید بچه‌ها ببخشید. بذار بریم بالا این برجه. رو دیوارم راه میره. برو اینجا رو داشته باشه. ببین میخوام یه تستی بزنم الان از اینجا تا اونجا قراره بدویم ببینیم چه مدلی میخواد فرود بیاد. برو بریم. یه احمق پدر سگ. اسپایدرمن رو نمیشناسی؟ چی؟ بگو گو خوردم. چی تو خودت دیدی چی تو خودت؟ چی؟ اوه چه گوخوری ها. برو گم شو. همش اینقدر بود. اون مرده رو نگاه چه اوله حاجی، افتاده دنبال دختره. بلش کن منظر نشو، خودت دفاع کن. اون دختره برگشت بچه اینجوری شده حاجی. برو اون بچه همه این مدلی شدن. یو ابوالفضل کلا سیستم بازی قاطی کرده. بگیر. اوه حاجی فهمیدم این آش خانوم. من فکر کنم همین مدلیه. وایسا میخوام حرکت این آش خانوم ببینم. این دوتا با هم دعواشون میشه الان، ولی تار زدنش جدی خوبه. دقیقا این چیزه، این اسپایدرمنی که تو پلی استیشنه. تار زدنشو میگم اما کلشو نمیگم. راحت میتونی بری دیگه، همینجوری بری. یا ابوالفضل این اولین بار دارم اسپایدرمن با شلوار کردی. از یه چند ثانیه وایسی من اینو ببینم چیه. جی تی 3 که هیچی، جی تی وای سیتی هم که هیچی. سن اندرس سال از این بهتر بوده. این واقعا این چیه آخه؟ کمر نداره واسه چی؟ شروع شد. هنو فعال نشده بود، ولی خب اینم شبیه دیوونه ها داره میدوه، فرقی نکرد خیلی. این یکی فکر کنم میشه ماشین بلند کرد. استایل رو نگاه. بذار الان ماشین تو بلند میکنه. گفته نگه دار تا ماشین رو پرت کنه. همین
خیلی خاص خاله چه اسپایدرمنه نگاه کن این ماشین بلند نمیکنه اینجوری هول میده از زیر اوه میگم شله اوه بایستا بریم واقعا مبارزه‌اش نگاه کنیم این چه شکلیه آها بزنم این یکی لغت میزنه جدی دارم میگم سن اندرس جدی سن اندرس از این بهتر بود ما یه حرکت خوب زد فقط اینی که مثلا یارو رو میتونه اونجا بکشی بیاد اینجا بیا دیگه اوه آجی رای 2-3 تا کوچه رفت اونورتر این خوب میخوره زمین میره همینجوری الان میخوره دیوار ای بابا تونست حالا یه تار درست بزن سندرس خیلی بهتر بود آجی شاید باورت نشه الان کنترل این واقعا چرت و پرته این اصلا نمیشه باش بری بذار این بالا ساختمون میتونه راه بره یا نه میتونه دیوار بری ای و اینش خوبه کامیون نمیتونه بلند کنه برو بلند شو تاپ مسای بیا برو بریم جی تی ای الان تا زیرش نکرده این اسپایدرمن رو دیگه واقعا با همشون فهم کنه اینو داشته باش نگاه چیکار میکنه با چیکار نمیکنه اینو دارم میگم نگاه این یه لول دیگه 400 متر اونورتر الان مثل اسپایدرمن ببینید واقعا مثل اسپایدرمن میخوایم بریم اونجا کجا اینا من طبقه بالا فکر کنم کدوم طبقه الان باید برم من اینجا بالای ساختمون رو داره میگه این چه جوری الان برم بالا خودشه استاد اونجا باید اینا رو بزنی ریدم حالا هر کی کمک لازم داشت تا الان دیگه تموم شد بالاخره رسیدیم بالا چه حرکتی داشته بود حرکتی که اونجا نخورد این برقیه اینو فکر کنم اون یارو برق بندری میزنه جلو این آدم هم فکر کنم میشه پرت کنه اینجوری نه آدمه بیولاجی ساختمون رو نگاه چی جوری داره چپه داشت میمد پایین حرکت داشتی ایول این قشنگ بود بز پیاده شو دوباره هم میتونه بزنه بکن کنترل میگیری میزنی روش میزنم سر کوچه نگه دار حالا میخوام بالا موتور بپریم بریم میشه نمیشه بپری فقط باید پیاده شی بزنش نگه دار قربون شکلت نگه همین بغل نگه دار داده استاد نگه میداری یا نگه نمیشه زد من میخوام موتورش از زیرش بکشم بیرون آجی وایسا فهمیدم دقیقا همین ببین مرض داشتم کخ داشتم آجی این کار بزنیم این کار انجام بدیم دقیقا موتور اینجوری بگیری بکوبی تو اون یا اینجوری بگیری بکوبی تو این کامیونه استاد باورش نشه ولی جی تی ای سن اندرس تا الان به نظرم از همه‌شون بهتر بوده قاطی میکنه یهویی میره اصلا اینجا بخوام اینو بزنم دیدی چی شد ولی جی تی ای 6 نماجی بیاد روش اصلا مود میخوره اسپایدرمن میشه زد توش اولش هم که روی PS5 دیگه اصلا کامپیوتر نمیدن تمومه مرسی که ویدیو رو نگاه کردیم مرسی آراستی شما هم نظرتون رو بنویسین میخونم اومدن با هوش مصنوعی که جی تی ای وی رو تبدیل به جی تی ای 6 میکنه جی تی ای وی آی جی تی ای بعدی از بریم ببینیم که جی تی ای بعدی تو قالب جی تی ای وی چه شکلیه هی چرا نمیاد سلام من پویام و خوش اومدی به کانال جی پوری ببین این جی تی ای که ما داریم خب جی تی ای که سال 2013 اومد با همچین گرافیکی میبینی دیگه این جی تی ای خامیه که از قدیم داشتیم تمیز ببین که بازی چه شکلیه چون قرار عوض بشه کامل بزنید تو سایت ببین این سایت هوش مصنوعی جی تی ای ویه خب چیزی که من میخوام اضافه کنم اولین چیزی که همه میدونیم که قراره بهتر شه رو میخوام بهش بگم نوشتم که اولین چیزی که تو جی تی ای بعدی تغییر میکنه چیه حالا بعد ببینیم جوابش چیه بزن بریم داره لود میشه اومد
راجع به گرافیک توضیح داده. اونجا که بازی مال سال 2013 واسه اینم تغییر اصلی رو گرافیک بازی و ببین این الان گفته که اگه اینتر رو بزنی بازی دوباره لود میشه. فقط بزن بریم ولش کن، فقط بزن بریم ببینیم که اوه ببین خیلی شفافتر شد، واقعا شفافتر شد. اینطور کنار هم بذار تفاوت تمیز ببینیم. وای ببین من که نمیبینم ولی شما الان دارید میبینید که چقدر فرق کرده بازی. خیلی خوب ای ببینید چت نجات داشتم فکر کردم. واقعا گرافیک تغییر کرد. ببین آسفالتش خیلی فرق کرده. این با مود گرافیکی قبلی خودم فرق داره، یه جور دیگه شده، قشنگ واقعی شده آسفالتش. خب ببین من الان تو شهرم، بذار یه چیز دیگه ازش بخوام. بهش گفتم شهر بازی رو واقعی کن، میخوام حس زنده بودن به اون بده. حالا ببینیم که چی اضافه کنه تو شهر. برو بریم 1 2 3 جوابش اومد. سیستم دیالوگویی ردد 2 و سیستم وای چقدر جالب. یعنی الان مثل ردد 2 میتونیم با آدما صحبت کنی داخل بازی. بعد گشنت هم میشه همزمان. بزن بریم تو. ای یاد چیز افتادم، مثل جی تی آر پی، جی تی رول پلی. الان تشنمه چیکار کنم؟ ببین نزدیکترین فروشگاه چه بال، علامت فروشگاه هم گذاشته نزدیکترین فروشگاه اینه. بچه‌ها خیلی تشنمه. خب او نه اینجا، نه اینجا، نه اینجا فکر کنم. آها نوشیدنیاش اینجا، جون مادرت آبو بده بیاد یه دونه. چجوری بخورم حالا؟ اوه اوکی. ببین وایسا لحظه اینجا خرید کنیم کامل. اینجا میشه غذا خرید، ساندویچ، هات داگ، این نمیدونم چی، همبرگر و پیتزا و چه باحال. میشه ازش هر چند تا میشه خرید دیگه. بذاریم 50 ببینیم میشه 50 یا اول فقط چه 50 تا همبرگر الان تو جیبامه. 50 از هر کدوم 50 تا. پولی که تا چش کار میکنه عدده. خیلی خوب دیگه. الان فکر کنم چه زود گشتمون میشه. بده بیاد. ببین این چیزایی که گرفتیم خب اینجوری میشه خوردشون. بعد آبم بخوریم. ویسکی هم مست شد. چرا آجی ویسکی بخوری قاطی میکنه؟ من خواستم تشنگی بره، چرا اینجوری شد؟ یه بار دیگه. وا چه بال. این صفحه داره موج میخوره. اوکی وایسا آب میوه خوبه. آب میوه تشنگی رو برطرف کنه. عجب گرافیکی. ببین نورش خیلی عوض شده تو بازی. راستی گفته بود میشه صحبت کرد با مردم. الان اوه ساینا میشه با این صحبت کرد الان. دقیقا مثل ردد. خب اشکادا چه خبر؟ جواب داد نفهمیدم چی گفت. ولی اینجا بینم کن تنها بذار. چه پیرسنه وحشتناکیه. حالا بذار فوشش بدم حالا که داره بد صحبت میکنه. یو ساک. میگه تنم بذار. او چرا فرار کرد؟ هر کی بد صحبت کنی فرار میکنه. ببین این کلا چیز باحالیه که میشه با مردم صحبت کرد. این دیگه قطعا تو جی تی بعدی واقعا میترکونه. این که بخوای با یکی صحبت کنی تو اصلا واقعا نمیدونم قرار چی بشه بازی بعدیشون. بیا بریم تو سایت. هی وایسا مغزم ولش کن دیگه. میگم ببین دارم به این فکر میکنم که توی جی تی بعدی، توی بازی بعدی جی تی سیستم استریپ کلاب چجوری میشه. من نمیدونم واقعا برای چی به این فکر کردم ولی خب بزن بریم دیگه. هیچ کدومتون بعدتون نمیاد میدونم. بزنین سیستم استریپ کلاب جی تی 6 جی تی وی آی. نشه که شما تو جی تی وی آی میتونی یکی از پیشرفته ترین استریپ کلابای دنیای گیم رو ببینی. اوه پسر یه لحظه وایسا نوشته توی تلفنت. برو تو شماره ها چک. وایسا سری بریم. بذار بریم. خب این گفته برو تو شماره ها چک کن. چی چک کنم الان؟ اینا همه رفیقامونن. الان اینی اسم استریپ کلاب گذاشته. میشه با استریپ کلاب زنگ زد. اینا که خالی شدن. چی ان اینا؟ ازش زنگ زد میز رزرو کرد اونجا. همش خالی شد که این. بوم. ای نمیدونم فهمیدی چیه این یا نه ولی میشه استریپر شخصی. what the fuck واقعا داره زنگ میخوره. اوه یه منو باز شد. یه لحظه وایسا کامل باید چک کنیم ببینیم چه خبر داره. جالب میشه. از اصلا اصل ویدیو این تیکشه گرافیک رو که میخواد چیکار. ریکوست استریپر وایسا ببینم. بچه بازی شروع کرد لگ گرفتن دوباره زنگ زدن بهشون. حالا بزن بریم که اوه هی
هیچ وقت تا این اندازه دوست نداشتم برام خونه تو جی تی ای. نوشته بود دختره توی خونه فرانکی منتظره. حالا من پیاده‌ام که شده اینجا باید برسم خونه. هیچ ماشینی این دور و برا نیست. ماشین پلیس. من پلیس یه ستاره اصلا واسم دیگه مهم نیست. الان نزدیکای خونم، خیلی تشنمه و گشنه ایم. ساندویچ علاوه سودا، یکم هم سودا. من نمیدونستم این آدمو مست میکنه. الان این ویسکی 48 دارم ولی بخوریمش کلا دیوونه. بذار مست بریم خونه الان دیگه وقتشه دیگه. چرا داری چت میزنی؟ برو بریم ببینیم تو خونمون چه خبره. صدا موزیک میاد و ای تو خونه این دیگه قف بود دیگه. تو جی تی ای هایی که داشتیم هیچ کدوم همچین چیزی رو ندیده بودیم که دختره رو تو بیاری خونتون، یعنی تو نری توی چرا دارم توضیح میدم اصلا. اوکی گزینه ها رو چقدر سوبر داری. نگاه این قیافه فرانکلینه بچه ها. من اصلا از واکنش فرانکلین خوشم نمیاد. ناموسن اینست ربات داره نگاه میکنه. what the fuck. نمیشه یه کار دیگه بکنی؟ خفه شو. یه کار دیگه هی میشه بهش دست زد. برو خورتون. باحال بود. من که راضی بودم. این نظر کجا رفته این؟ از اون روز نوشتم پاک نشده. اینه این موضوع اصلیه. موضوع اصلی اینه. کلا سابسکرایب کن. راجع به چیزی که الان دیدین کامنت کنین. از 1 تا 10 به اینی که الان اضافه کرد چند میدین واقعا؟ الانه که همه کامنت ها بشه 11. خب بزنین تو سایت. خب بذار یه لایه دیگه به بازی اضافه کنه. علامت ماشین دیدم رفتم تو ماشین. کلا فانیسم ماشینای جی تی ای. بذار بنویسم دیگه. نوشتم ماشینای جی تی ای 6 چطوری ان؟ ببینیم که چی میخواد واسمون بیاره. بزن بریم. نوشته 100% لایه جدیدی به سیستم رانندگی بازی جی تی ای 6 اضافه میشه. ماشینا به نظر واقعی تر میان و ممکن این گوشی من یه لحظه ممکن حتی ماشینای واقعی بیان تو بازی. دیدین که دیگه الان مثلا بوگاتی نداریم. خب تو بازی همه ماشینا فیکن، یعنی شبیهشونه. خود ماشینای اصلی نیستن با مارک اصلیشون. ولی فکر نکنم همچین اتفاقی بیفته. سیستم بنزین بنزین دیگه خیلی بده. میتونه بد باشه میتونه خوب باشه. آخرم نوشته مثالشو میتونی ببینی. بزن بریم. الان چی شد؟ این همین این اینجا نبودا. مثلم گشتم شد که باز. آب میوه. خب گشتگی اونم رفت. پسر عجب. اون چیه؟ نقشم چرا پریده؟ ببین اون علامت بنزینه فکر کنم. ببین الان که ثابته. خب وقتی گاز میدم اوکی خیلی خوب. وایسا این جزئیات ماشین که خدای 100% جی تی ای بعدی که همه ماشینا همینجوری میشن دیگه. و بنزین چقدر زود تموم میشه واقعا. از همین الان دارم فکر میکنم اگه جی تی ای بعدی بنزینی بشه خیلی بد میشه. تموم میشه. این داره از تو اگزوزام آتیش میزد بیرون و میشه بنزین زد بهش. مثلا اینا بنزین دارم یا نه؟ مثلا بنزین دارم. میشه بنزین زد. باید نگه داری. میشه بنزین زد به ماشین. چقدر باحال. ولی خیلی زود بنزینش تموم میشه. یه لحظه نکنه فقط همین یه دونه ماشین مود بنزین داره. من ببینم این ماشینی که سوار میشیم بنزینش نصفه یا نه؟ این نصفه نباشه پر باشه خیلی نصفه. اوکی پس رو کل ماشین الان بنزینی شدن دیگه. این پشت پمپ بنزین تو نقشه زده بود. ببین تو ویدیوی رازه جی تی ای ندیدین ببینیم اونجا تست کردیم که ببینیم کسی میاد تو شهر بنزین بزنه یا نه. الان اولین نفری که تو جی تی ای بنزین میزنه ماییم. بیا پرش کرد. میگم فقط مشکلش همینه که خیلی زود تون داره بنزین کم میکنه. چیزی که اول ویدیو دیدیم چی بود؟ چیزی که الان داری این چی بود؟ ماشین زیرم اومد. چیزی که الان داری میبینی این چیه؟ بریم تو سایت دوباره. چه چیز خیلی خفن زده تو ذهنم. قطار جی تی ای وی رو که میدونیم هیچ چیزی نمیتونه نگه داره. تو جی تی ای سن آندریاس نمیدونم کیا بازی کرده باشی میشد قطارش رو منفجر کرد فکر کنم. یعنی اینجوری بود. من یادمه یه چیزایی که قطار از ریل خارج میشد یه جایی.
ولی چیزی که میخوام بنویسم اینه که قطار بازی توی جی تی ای وی آی همون جی تی 6 چه تغییری میکنه. واقعا فکر کن تو جی تی ای 5 که اصلا نمیشه کاریش کرد. بزن بریم. نوشته قطعا تو جی تی ای بعدی قطار بازی از حالت ربات گونه ای که داره، منظورش همونی که هیچ کارش نمیشه دیگه، هر چی ضربه بزنی راننده‌ش رو بکشی هیچ کارش نمیشه، در میاد، فیزیک واقعی تری به خودش میگیره و حتی توی برخی مراحل میشه سوار قطار شد. فاک نمونه کوچیکی از این تغییرات رو میتونی بازی کنی. بزن بریم. الان منتظر قطار چیزی هم که ببینیم میشه سوار شد یا نه. واقعا فکر کن تو جی تی ای وی که نمیشه با قطار 6 کار کرد، الان سوار قطار بشم. راننده قطار داره میاد، الان منو میکشه 100%. هی نگهدار قطار رو، نگهدار حیوان. مرسی واقعا، دمت گرم. بس ببینم. ای افو زدم رفت تو. اول شخصم داره. وای اول شخصم داره. پلیس یه ستاره هم دنبالمه. چقدر باحال. سرعت هم زده پایین. میشه زیاد کرد سرعتو. اوکی الان 100% توان قطار دارم میذارم که سرعتش بره بالاتر. میخوام تست کنم این سرعتشو برم بالا چپ میکنه یا نه. 113 تا توی پیچیم الان. اوکی 130 تا. اینو دیگه جایی ندیده بودیم بچه‌ها، اینو دیگه واقعا جایی ندیده بودیم. 160 تا. وای تو رو خدا چپ شو. این اگه چپ شه که دیگه واقعا خفنه. خب 180 تا داریم میریم. باید به جایی برسیم که پیچی چیزی داشته باشه ببینیم که چپ میشه نه. 180 تا فکر کنم ته سرعتشه دیگه، بالاتر از این نرفت. وای خیلی باله مثل واقعا تجربه بالی. بعد 10 سال بچه‌ها، بعد 10 سال یه نفر سوار این قطار شد، اونم کسی نیست جز فرانکلین. یه پیچ تند بده دیگه، میخوام چپ شه این قطار. اوه این پله. یکی از مرحله بازی رو همین پله فکر کنم با قطار یه داستانی داشته نمیدونم. اوکی رسیدیم به جنگل‌های بازی. خیلی خوبه این کارخونه چوبه. اوکی پیاده شو. اوه چه وضع پیاده شدنه. این آدم به همون جوری داره با همون سرعت میره. هی داده همیشه سرعتی رو ندیده بودیم واقعا واسه قطار دیگه. این واسه قطار جی تی ای هم میخوام نظرتو بنویسی. چقدر سبز شده جنگلا. داشتم میگفتم از 1 تا 10 به همین قطاری که الان سوار شدیم هم نظرتو بنویس. بچا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه که بنویسم، یعنی نمیدونم واقعا چیکار کنیم. یه لحظه وایسا. ببین همینجوری رندوم نوشتم دیگه. یه تجربه جالب از جی تی ای 6 رو میخوام ببینیم که چیکار میکنه. این لود شدناش خیلی رو مخه. فقط کوتاه نوشته یه تجربه خیلی جالب از جی تی ای 6 که تو جی تی ای 4 هم بود. جی تی ای آی وی منظورشه که میتونی مست کنی. از دکمه جی استفاده کن. خیلی خوب. یادم اومد تو جی تی ای آی وی اگه میرفتی مثلا میخوردی همینجوری تصویر بازی شروع میکرد چرخیده، اصلا نمیشه رانندگی کرد، همینجوری بیشتر میشه. یه باگ هم داشت. خب ببینی که مست کردن توی جی تی ای 6 چه شکلیه. اوه خوردی الان. خب الان داره گیج میزنه دیگه. خب این الان رفته تو حالت نشگی، نمیتونه درست وای. اوه کامیون بیا این ور. اوه ای نمیشه درست کنترلش کرد. الان دارم راه میرم. خب اوه زیگزاگ داره راه. اوه ای کلم له شد. ای هر یه قدم داره میخوره زمین. این دیگه اصلا نمیشه دوید باش. خب بس ببینم اگه سوار ماشین شم چی. این آروم باید راه بریم. یه قدم این بچه 2 ساله. ای نزنی ها. تو رو خدا، تو رو جون مادرت نمیشه سوار شد. آی خیلی بسته. نمیشه سوار ماشین شد. بچه این دیگه درست نمیشه. در صورت مرسی که ویدیو رو دیدین. اگه ویدیو خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک بکن. کلی هم یه ای سلام چطوری؟ خیلی خوش اومدی.
کانال جیپوریا امروز اومدیم با یه ویدیوی خیلی ویژه. یه مقداری اسم کنم کجی. حالا شد. ای سلام، چطوری؟ خیلی خوش اومدی به کانال جیپوریا امروز اومدیم با یه ویدیوی خیلی ویژه. یه مقداری اسم کنم کجی. حالا شد. اومدیم از بازی GTA 1 سال 1997 تا GTA 6 که البته GTA 6 رو حالا تا آخر ویدیو میبینیم میفهمین چیه. همه GTA رو بازی کنیم و ببینیم که